خب چقدر قشنگه اینجا. میبینید ما همه چیز آوردیم به جز کپسول گاز. علیرضا رفت بگیره بیاد تو این تایم. من بهتون بگم که این مکانی که داخلش هستیم شهر تاریخی حریره توی جزیره زیبای کیش هستش و حتما یه ویدیو راجع به اینجا واسهتون میگیرم و یه توضیح کامل میدم که اینجا چقدر قدیمیه و چقدر ارزش داره و ارزشمنده. حتما بهتون میگم. یه تا بهت بگم نه ماده‌اش از کجا میفهم. این ماده است. ببین نشون بدم. میخوام هدیه‌ات بدم. از پشتش میدونم. تو توضیح بده من بینندگان یاد بگیرم. باشه. دوربینو کاری کن. بیارم جلو. میشه بیاریش جلو. این که اینجوری رو به بالا تیزه نره، این که اینجوری پهنه ماده است. این نره این ماده. بچه‌ها بالش ببرن. نه باید یه تا روش. این کافیه دیگه. یه دونه پیاز، سیر، برگ بو، فلفل هالوپینو و یه دونه لیمو. نمکم به مقدار لازم. دور سر خودم بکش نمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنبه زا، یک شنبه زا، دو شنبه زا، سه شنبه زا، چهار شنبه داره کسی شنبه. بره تا یک شنبه دیگه. خوردیم ولی علیرضا الان تست براتون بره. دست ایش کنی اینجا حالت این چیو وا می‌کنی. خیلی سفته بچه‌ها. اینو وا می‌کنی. این باشه باید بخوری. خوردنی این قسمتش. اینا رو در میاری. خوردنی نیست. اینا رو در میاری. این قسمت رو وسطش که میمونه اینجا این قابل خوردن. ببینید این واسه نسترن خانم پشت پرده بخوره. برو بالا. آشغالمون هم جمع کردیم که تو طبیعت آشغال نریزیم. یادتون باشه شما هم نریزیم.